کشور امارات این روزا مورد توجه خیلی است. نه به خاطر ساختمون‌های سر به فلک کشیده‌اش و آسمون خراشش، نه، به خاطر یک کلید طلایی به نام گلدن ویزا برای کسایی که میخوان کار و اقامت طولانی مدت توی مقصد داشته باشن بدون اینکه بخوان روند پیچیدگی‌های ویزا رو گرفتنش رو چالش‌هاش رو بخوان تجربه کنن. تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم چطور گلدن ویزای امارات رو بدون اینکه به آژانسی مراجعه کنید و اسپانسر خاصی داشته باشید دریافت کنید. چند تا مسیر اصلی برای گرفتنش وجود داره. شماره 1، خرید ملک. حداقل ارزش ملک باید 2 میلیون درهم باشه. اقامت 5 ساله قابل تمدید. شماره 2، سرمایه گذاری تجاری. ایجاد شرکت یا استارتاپ با حداقل 500,000 درهم سرمایه. اقامت 10 ساله مخصوص کارآفرین‌ها. شماره 3، افراد با استعداد خاص از پزشک و مهندس گرفته تا هنرمند و بلاگر، طراح یا محقق. شماره 4، دانشجویان ممتاز، معدل بالا یا دانشگاه معتبر. اقامت 5 تا 10 ساله رو میتونی از آن خودت کنی. شماره 5، متخصصان با حقوق بالا. حقوق بالای 30,000 درهم به اضافه مدرک لیسانس یا بالاتر. و شماره 6، اعضای خانواده. شما میتونی همسر، فرزند و حتی والدین دارای گلدن ویزا رو هم براشون اقامت بگیری. حالا 2 تا مسیر پیشنهادی برای ایرانی‌ها وجود داره. یکی که همون خرید ملکه و دیگری هم بلاگرها، چون خیلی از ایرانی‌ها کار بلاگری و اینفلوئنسری انجام میدن. این مسیر خیلی براشون موقعیت طلاییه که بتونن گلدن ویزای 10 ساله امارات رو دریافت کنن. چطور باید اقدام کنیم؟ وارد یکی از این سایت هایی که مشاهده میکنید میشید. از قسمت گلدن ویزا نوع ویزای مورد نظرت رو انتخاب میکنی، مثلا سرمایه گذار، متخصص یا هنرمند. مرحله 3، مدارک رو بارگذاری میکنی، پاسپورت، عکس، مدرک تحصیلی یا سند ملکتون رو. اگر هم برای بلاگر اقدام میکنی لینک پیج، آمار دنبال کننده و نامه معرفی از سازمان رو انتخاب میکنی. مرحله 4، بعد از بررسی اولیه پیام تایید اولیه میاد و ازت برای مراجعه حضوری انگشت نگاری دعوت میکنن. مرحله 5، کارت اقامت گلدن ویزا صادر میشه 5 یا 10 ساله. اگر بلاگر هستی، تخصص خاصی داری و یا سرمایه گذاری میخوای کنی در کشور امارات، گلدن ویزای امارات بهت میتونه خیلی کمک کنه. من در ویدیوهای بعدی حتما هزینه هایی که در مرحله اولیه باید پرداخت کنی رو به تفکیک برات توضیح میدم. لطفا سابسکرایب هم کن و دنبالم کن که بتونی اطلاعات تکمیل تری رو راجع به ویزای امارات دریافت کنی. موفق باشی.